نواری که اون رو ظاهراً اعضای گروه طالبان در کنار آرامگاه احمدشاه مسعود فرمانده معروف و قهرمان ملی افغانستان رقص اتن را انجام میدهند، این شب و روز بحث‌های زیادی را در افغانستان به میان آورده است. پیروان احمدشاه مسعود میگویند این عمل بی‌حرمتی به فرمانده و ناخون زدن به حساسیت قومی است، اما طالبان گفتند که این کار شخصانی است که برای استراحت به پنجشیر رفته بودند. در نوار 6 دقیقگی که به نظر میرسد در روزهای عید فطر ثبت شده است، گروهی از مردان با مویهای ژولیده و ریش‌های دراز در اطراف مزار احمدشاه مسعود در پنجشیر سرود میخوانند و پایکوبی میکنند. این رقص در افغانستان خشم بسیاری ها را برانگیخته است. امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان در فیسبوک عمل طالبان را محکوم کرده گفته است تعریف اینها از افغانستان امین است که میکنند، یعنی توهین و تحقیر به هر کسی که طالب نیست. عارف رحمانی عضو پیشین پارلمان افغانستان در توییتر نوشت این کار طالبان تحقیر به مزار احمدشاه مسعود، پنجشیری ها و حرمتشکنی تاجیکان است. برخی دیگر نوشتند این کار طالبان باعث برانگیختن نزاع قومی می شود. حکومت طالبان در واکنش به اتن و پایکوبی در نزدیکی مزار احمدشاه مسعود گفته است این اقدام سیاسی آنها نیست، بلکه کار کسانی است که برای استراحت به پنجشیر رفته بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شب 4 اپریل از احمدشاه مسعود نام برده نوشته است هدف افرادی که ممکن پایکوبی کرده باشند تفهیم به شخصیت‌های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست معلوم شود و از تکرار چنین عملها پیشگیری خواهد شد.